چند تبریک به ملت عرض میکنم. یکی تبریک پیروزی بر رژیم جعلی صهیونی است. با اون همه هیاهو، با اون همه ادعا، رژیم صهیونی در زیر ضربات جمهوری اسلامی تقریباً از پا در آمد و له شد. تبریک دوم مربوط به پیروزی ایران عزیزمون بر رژیم آمریکاست. رژیم آمریکا وارد جنگ مستقیم شد، چون احساس کرد که اگر وارد نشود رژیم صهیونیستی به کلی نابود خواهد شد. لکن هیچ دستاوردی از این جنگ نداشت. به مراکز هسته‌ای ما حمله کردند که البته این در خور پیگیری جزایی در دادگاه‌های بین المللی است به طور مستقل، اما نتوانستن کار مهمی انجام بدن. رئیس جمهور آمریکا در شرح اون چی که واقع شده بود بزرگ نمایی غیر متعارفی کرد. معلوم شد که به این بزرگ نمایی احتیاج داره و متقابلا جمهوری اسلامی سیلی سختی به گونه آمریکا نواخت. به یکی از پایگاه‌های مهم آمریکا در منطقه، پایگاه العدید، حمله کرد و خساراتی وارد کرد. همون کسانی که در اون قضیه بزرگ نمایی کرده بودن در این قضیه سعی کردن کوچک نمایی کنن، بگن هیچ اتفاقی نیفتاده، در حالی که اتفاق بزرگی افتاده بود.